سلام، با من همراه باش تا نحوه تولید این افکت بر روی متن رو داخل افتر افکت بهت آموزش بدم. خب ابتدا یک دونه کامپ جدید میسازم و یک متن داخل اون تایپ میکنم. متن تست. اولین افکتی که بایستی به این تکستمون بدیم وگاس هستش. افکت وگاس. افکت وگاس در حقیقت داره لبه های متن رو، من این رو بذارم روی ترانسپرنت، به این شکل تغییر میده. حالا بایستی یه سری تنظیمات انجام بدیم تا این متن خطوطش اینجوری بریده نباشه. خب این پارامتر رو من روی 1 قرار میدم. الان متنمون به این شکل شد و حالا اگر رنگش رو بخوایم تغییر بدیم اینجا مثلا میذاریم ان روی آبی و مقدار قطر یا اندازه این خطوط رو هم با این پارامتر میتونیم تغییر بدیم. یعنی به این شکل میشه، مثلا روی 7 قرارش بدم. این در این منو شما بایستی یه تغییراتی به این ترتیب انجام بدید. چنلش رو روی حالت آلفا قرار بدید و در قسمت رندر رو حالت سلکت بذارید. الان به این صورت متنمون برای این افکت آماده است. فقط بایستی در قسمت این سلکتدش آلت نگه داریم، کلیک کنیم و اینجا رندوم رو بهش بدیم با مقدار 10 داخل پرانتز 10. الان که من اینو اینتر کنم ببینید پلی شد. به این شکل یک چرخش داخل تکستمون ایجاد کردیم. در ادامه بایستی یک دونه افکت کامپاوند بلر بدید بهش، تقریبا مقدار 250 میذارید. من این رنگ رو روی حالت مثلا زرد قرار بدم، یه خورده واضح تر باشه. بلر رو اگه دقت کنید روی عدد 15 عدد مناسبیه. تا اینجا تنظیماتمون به این شکل شد. یک افکت دیگه بایستی اینجا بهش اعمال کنیم، یه کرو بهش میدیم که در بخش آلفا یه مقدار حجم نورمون رو بیشتر کنیم. من بیارم توی جایی که ببینید با وضعیت آلفا یه مقدار درخشندگی رو بیشتر کردیم. حالا چون سرعت چرخش خطوط بالاست یک دونه افکت پوسترایز تایم میدیم و مقدارش رو روی 12 میذاریم. این مقدار رو حالا با توجه به متن میشه تغییر داد تا شکل شمایل کار اون جوری که مطلوب شما هست تغییر کنه. خب این تا اینجای کار. حالا لازمه که ما یک دونه کپی از این متن میگیریم. متن زیری رو، افکتایی که بهش دادیم رو همه رو خاموش میکنیم. فقط اپاسیتیش رو روی مثلا 10 میذاریم که یه حاله ای از تصویر داشته باشیم. رنگ متن رو هم با رنگ افکت بالایی یکی میکنیم. حالا برای اون حالت الکتریسیتی که ایجاد کردیم یه دابلیکیت دیگه از افکت بالایی میگیریم. از این لایه که دابلیکیت گرفتیم حالا بهش یک دونه افکت توربیلنت دیسپلیس میدیم و مقادیرش رو به این شکل تنظیم میکنیم. 250 15 و 1 و اینجا روی اِوالویشنش بایستی یک دستور تایم بدیم که دائما در حال چرخش باشه. تایم ضرب در به عنوان مثال 50 میدم و البته اینجا هم رنگش رو من اینجا روی آبی گذاشته بودم، روی آبی میذارم. کار تمومه. به این شکل شما یک دونه افکت جذاب روی متن دارید. تا آموزش نکته بعدی در افتر افکت، خدا نگهدار.